لشکریانش به ناحق در زمین استکبار کردند و پنداشتند به سوی ما بازگردانده نمی شوند. ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم. اکنون بنگر پایان کار ظالمان چگونه بود. و فرعونیان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش دوزخ دعوت می کنند و روز رستاخیز یاری نخواهند شد. و در این دنیا نیز لعنتی به دنبال آنان قرار دادیم و روز قیامت از زشت رویانند. و سرانجام بنی اسرائیل را از دریا و رود عظیم نیل عبور دادیم و فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز به دنبال آنها رفتند. هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند وجود ندارد و من از مسلمین